گذشته از زلزله کرمانشاه و سیل لرستان و گلستان، آتش‌سوزی پلاسکو، اتفاقات تلخ آبان ماه، سقوط بوئینگ، به نظر میرسه که ما در اطلاع رسانی درباره بحران‌ها دچار بحران هستیم. بحران مدیریت بحران به ویژه از منظر رسانه‌ای. میپرسیم برای افزایش امنیت روانی جامعه در زمان بحران چه باید کرد و رسانه‌ها چه نقشی در کاهش التهاب روانی جامعه دارند. مهمان این هفته دکتر اکبر نصراللهی است، کسی که زمانی سردبیر بخش ویژه خبری شبکه 2، زمانی سردبیر خبر شبکه 4 و زمانی مدیر کل اطلاعات و اخبار شبکه خبر بود. او اکنون رئیس دانشکده ارتباطات و علوم رسانه است. سلام آقای دکتر اکبر نصراللهی، از اینکه در این برنامه شرکت کردین از شما خیلی ممنونم. از زلزله کرمانشاه تا آتش‌سوزی پلاسکو تا بحران ارضی تابستان 97، شورش‌های دیماه 96، سیل گلستان و خوزستان و لرستان در نوروز گذشته تا بحران بنزین و شورش‌های آبان ماه و بالاخره سقوط بوئینگ اوکراینی و حالا هم بحران اپیدمی ویروس کرونا. آیا شما در اینها پترن ها و الگوهای مشترکی میبینید و در یک کلام چه اتفاقی داره میفته؟ در مورد الگوها و مدل های مشترکی که در همه این بحران ها ما در کنشگران رسانه‌ای و کنشگران در واقع حاکمیتی میبینیم، غفلت از در واقع آموخته ها و درس های بحران های قبلی و به عبارتی ادامه همون رویکردهای در واقع سنتی، کمی و رویدادی و ادامه همون راهبرد سنتی، واکنشی و انفعالی و در برخی از مواقع سکوت و کوچک‌نمایی مخاطرات و بحران‌هایی که اشاره فرمودید هستش. بسیار خوب. این عدم اطلاع رسانی در شرایط خلأ و انتزاعی اتفاق نمیفته. در شرایط اتفاق میفته که دور تا دور ایران رو رسانه‌های دولت‌های یا متخاصم یا دولت‌های رقیب که منافع مشترک و منافع در واقع منافع متضادی با ایران در این منطقه دارن اشغال کردن. اگر ما در مورد چیزی خبر رسانی نکنیم، تقریباً 100% تضمین شده است که این رسانه‌ها که تعدادشون هم داره روز به روز بیشتر میشه، همون خبر رو همون شب با آب و تاب 10 برابر تحریف کنن و به سمت مخاطبان ایرانی بفرستن. چرا تحرکی در داخل نظام رسانه‌ای رسمی کشور برای مقابله با این امر اتفاق نمیفته؟ خیلی ساده بگم، به نظر میاد که مرزهای رسانه‌ای کشور بی‌دفاع و بدون پدافند کلا رها شده. آیا شما با این گزاره موافقید؟ بله، تا حدودی با فرمایش شما کاملا موافق هستم. اشکال اصلی رو در 2 محور میدونم. یکی از مهمترین محورهای این اشکال برمیگرده به این که در واقع شناخت ناکافی مسئولان و رسانه ها از مخاطرات و بحران ها. یعنی به عبارتی مسئولان و رسانه های ما سواد بحران ندارن یا سواد بحرانشون ناکافی هستش. و اشکال دوم برمیگرده به فقدان آگاهی یا آگاهی ناکافی از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تغییرات و آرایش رسانه‌ای، یعنی همون چیزی که شما اشاره فرمودید. در آرایش جدید رسانه‌ای بازیگران عوض شدن، نوع بازی عوض شده، تعدد و کثرت بازیگران رو تو عرصه‌های رسانه‌ای داریم و به عبارتی هم تولید کنندگان، هم توزیع کنندگان و هم مصرف کنندگان مثل قبل نیستن و انحصار تولید و توزیع شکسته شد. شما خودتون شخص اجرایی هم بودید. آیا فقط در واقع ندونستن و ناآگاهی از تغییرات رسانه‌ای، آیا فقط ناآگاهی از اینه که شکل رسانه عوض شده یا نه ما گره کارمون در عمل جای دیگریه؟ بخشش برمیگرده به همون مشکلی که خدمتتون عرض کردم، یعنی فقدان سواد در واقع بحران و فقدان سواد رسانی. وقتی میگیم سواد رسانی یعنی کسایی که تو کار تولید و توزیع اخبار و اطلاعات هستن و تولید پیام میکنن، ظرفیت رسانه، اصول کار با رسانه، مخاطب و تغییراتی که در حوزه مخاطب اتفاق افتاد، ابزارها و تاکتیک‌های کار رو یا نمیدونن یا عرض کنم حضور شما که
اطلاعاتشون ناکافیه و متناسب با زمان حاضر نیست. ولی بخشی دیگهش برمیگرده به غلبه نگاه سیاسی بر رسانه ها و عرض کنم حضور شما آستانه تحمل پایین مسئولان و ساختارهای غلط و نادرستی که و روابط نادرستی که در 20 سال قبل جواب میداد. شاید میتونستیم با همون ساختار، با همون نگاه، با همون سواد به نوعی مخاطبان مجبور بودن ما رو ببینن و بشنون، ولی الان عرض کردم آرایش رسانه‌ای تغییر پیدا کرده و مخاطب هیچ تعهدی به رسانه‌های ترادیشنال و سنتی مثل تلویزیون، مثل خبرگزاری‌ها نداده که حتما اونا رو ببینه و بشنوه و یا مطبوعات موجود رو بخونه. بنابراین مشکل در هم ساختاره، هم در نوع نگاه و غلبه نگاه سیاسی هستش، هم در فقدان سواد رسانی هستش و هم در فقدان سواد بحران. همین بحران ویروس کرونا اگر قرار بود مثلا 3 میلیارد دلار به ما ضربه بزنه، به خاطر پنیک و وحشتی که در جامعه ایجاد شده این ضرر و زیان چندین برابر خواهد شد و اون هم در وضعیت اقتصادی زیر تحریم. همینجاست که رسانه‌های غربی یک صدا انگار بسیج شدن تا مسئله کرونا رو در ایران به شدت برجسته کنن، به هیچ ضریب بدن و بزرگنمایی بیش از حد کنن. من نمیگم این مسئله بزرگ نیست، اما اونها بلافاصله اومدن از خلای رسانه‌ای که اینجا هست دارن استفاده میکنن. شما در آبان ماه گفتید که جای عقل رسانه‌ای در تصمیم ملی خالی بوده. حالا تو این 3 ماه 4 ماهی که میبینید آیا تغییری در رویکردها اتفاق افتاده؟ آیا اصلا به شکلی بیدار شدن نظام رسانه‌ای کشور رو میبینید به این خواب رسانه‌ای، به این باقی ماندن در دهه‌های پیشین؟ آیا اصلا متوجه هستن که در یک جنگ هیبریدی ان؟ آیا متوجه هستن که دور تا دور ایران رو دوربین‌های BBC و مناطو و ایران اینترنشنال اشغال کرده و هر خبری که اونها نمیدن شب تبدیل به یک امر تسلیحاتی میشه؟ ببینید جناب علیزاده، من واقعیت این که تغییرات رو میبینم و ناامید نیستم از رسانه‌های داخل، ولی این تغییرات بسیار کنده و این تغییرات متناسب با تغییرات و رشد و تحولی که در عرصه‌های رسانی در دنیا اتفاق میفته و توقعی که مخاطبان دارن نیست و این خطرناکه و من یه مقدار منو نگران میکنه. الان این تغییرات وجود داره، بعضی مواقع در شکل و ظاهر قضیه وجود داره، اما این تغییرات شکلی و به مقدار برخی مواقع تغییرات رویکردی و محتوایی کافی نیستش و کشور ما رو و رسانه‌های ما رو دچار زیانهای جبران ناپذیری کرده. ببینید در بحث مدیریت بحران ما تعریفی که در مورد مدیریت بحران میکنیم اینه که میگیم بحران مجموعه تدابیر و اقداماتی که از قبل از وقوع بحران اتخاذ میشه و تا زمان وقوع بحران و بعد از اون رو در بر میگیره. خب بنابراین اشکالی که در بحث رسانه‌های ما وجود داره و مسئولان ما که شما میفرمایید که آیا اتفاقی افتاده از اون بحران‌هایی که 1-2 سال قبل تا حالا یا نه، در بر همون پاش نمیگرده و این تغییری رو ما مشاهده نمیکنیم. اشکالی که وجود داره بله واقعا مطالعات من و بررسی‌های من نشون میده که همچنان نوع تعریفی که مسئولان و رسانه‌های ما از مدیریت بحران دارن به بخشی از تعریف مدیریت بحران تمرکز داره، یعنی مجموعه اقداماتی که در زمان بحران انجام میدن و به لحاظ کمی هم میزانش بالا هستش و در زمان بحران میشه گفتش که اقدامات در خور تقدیری دارن. اما همونطوری که شما اشاره فرمودید ما اگه بخوایم بحران اتفاق نیفته، یعنی مخاطرات تبدیل به بحران نشوند، باید مجموعه تدابیر و اقدامات رو قبل از وقوع بحران اتخاذ بکنیم. یعنی رسانه‌ها و مسئولان ما اولا خودشون آگاه بشن و ثانیاً مردم و بخش‌های دیگه رو آگاه بکنن و حساس بکنن در مورد کرونا. بذار من سریع از شما بپرسم. سوال من خیلی ساده اینه: چه اتفاقی داره میفته؟ پنهانکاری، دروغگویی، مخفیکاری، ابهام، یا این نه، یا ناتوانی و بیسوادی از نحوه گفتگو با مردم؟ آقای علیزاده منم سریع به شما بگم همه این چیزایی که شما فرمودید داره اتفاق میفته. هم دروغگویی داره اتفاق میفته، هم پنهانکاری داره اتفاق میفته، هم ناآگاهی از آنچه که در حال وقوع هستش و اطلاع رسانی ناصحیح و نادرست. اما به طور کلی میخوام بگیم که سهم دروغگویی زیاد نیست. در ماجرای مربوط به ماجرای آبان ماه، یعنی طرح
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بنزین به مردم دروغ گفته شده، رفتار غیر صادقانه با مردم شده. خب این نمونه از دروغگویی در بحران. یا در مورد مربوط به سیل گلستان، خب اون استانداری که به سفر خارج رفته، خب اول اطلاع رسانی درست به مردم داده نمیشد و مسئولان به دروغ سفریشون رو پنهان نگه داشتن و در واقع با مردم صادقانه رفتار نشده. اینا نمونه های دروغ هستند، ولی در بسیار مواقع نمونه های دروغ رو ما کم داریم ولی نمونه های راست هم نداریم. نمونه هایی هستش که پنهانکاری، نمونه هایی هستش که در واقع اقدام شده در مورد بحران اما دیر اقدام شده. یعنی حرفی که باید در زمان بحران و مردم که نیاز دارن به اطلاع رسانی دروغ راست در واقع گفته بشه، در زمان در واقع نامناسب و با تأخیر گفته شده. اما به هر صورت از نظام جمهوری اسلامی، از رسانه‌های جمهوری اسلامی و از مسئولان جمهوری اسلامی توقع نیست حتی در یک مورد هم به با مردمشون غیر صادقانه رفتار کنن. آقای دکتر، شما گفتید که مردم حتی توقع یک مورد دروغ رو هم ندارن. چه بسا اتفاقا مشکل ما در این باشه، یعنی چون نظام رسانه‌ای ما فکر می‌کنه که مردم حتی توقع یک مورد دروغ رو هم ندارن، مجبور به پنهانکاری میشه، در حالی که در یک نظام سیاسی واقعی با 85 میلیون نفر جمعیت زیر بدترین فشارهای اقتصادی و نظامی و سیاسی آمریکا، مگه میشه از اون صدها هزاران و دهها هزار کارگزار، معاون وزیر، سردار، قاضی و نیروهایی که این نظام رو تشکیل میدن، مگه میشه کسی دروغ نگه یک مورد هم؟ اتفاقا مسئله این نیست، این که ما باید عادت کنیم که درون یک نظام وسیع و متکثر از جناح‌های مختلف افرادی هستن که فاسدترن، افرادی هستن که سالمترن، افرادی هستن مطلقاً سالمن، افرادی هم هستن که اون وسط قاطی شدن و دروغ میگن. رسانه کارش همینه، اینه که سازوکارهایی تعریف کنه که اون فسادها رو بیاره بیرون، برجسته کنه، فشار افکار عمومی رو هدایت کنه، پرسشگری کنن افکار عمومی و اون بخش فساد و بخش فاسد مجبور یا به استعفا یا به عذرخواهی و تغییر رویه بشه. اینجاست که من فکر می‌کنم که نداشتن رسانه ما رو به این حالت صفر و یکی گذاشته. یعنی ما نمیتونیم حتی از یک مورد اشتباه هم بگیم، ولی وقتی که از یک مورد اشتباه یک مسئول جزء نمیگیم، در ذهن مردم به پای کل نظام نوشته میشه. به عبارتی شاید بشه از این اصطلاح استفاده کرد که انگار ما با اپیدمی بی‌اعتمادی طرفیم. یعنی اگر ما یک مسئول فاسد و دروغگو و پنهانکار رو قرنطینه کنیم خیلی سریع و خیلی زود، این بی‌اعتمادی در ذهن مردم پخش نمیشه و منتشر نمیشه به کلیت نظام. آیا شما با چنین طرح مسئله موافقید؟ ما یه تاکتیکی در پوشش خبری داریم و در کار رسانه‌ای به نام تاکتیک هزینه برای سرمایه. یعنی هزینه برای سرمایه یعنی اینکه شما یه وقتایی همین نکاتی که شما فرمودید، داخل سیستم یک فسادی وجود داره، یک دروغی رو یکی گفته، یک سوء مدیریتی رو باش سر و کار دارید که اگر که این سوء مدیریت و این دروغ و اون فرد خاطی رو مطرح بکنید و باش مقابله بشه، این ظاهر کار اینه که یک هزینه رو در واقع به سیستم وارد میکنه. اما این هزینه نیست، این در دراز مدت باعث میشه که سرمایه‌ای فراهم بشه برای اون سازمان و کشور که ما اسمش رو میذاریم اعتماد. بنابراین حتما باید در سیستم به این بزرگی انتظار داشته باشیم کسی خطا بکنه، کسی دروغ بگه، کسی سرانگاری بکنه، کسی باعث این بشه که حیثیت در واقع یک نظام مردمی زیر سوال بره. اما انتظار نداریم که نظام و سیستم و رسانه با اون فرد مقابله نکنه، چون یک هزینه متوجه اون قسمت میشه. حتی اگر هزینه‌ای هم داشته باید این هزینه بشه تا در نهایت اون اعتماد مردم حفظ بشه و اعتماد مردم افزایش پیدا بکنه. مشکلی که الان در کشور ما وجود داره در بحث مربوط به هواپیما، در بحث مربوط به شورش‌های سال 96، در بحث مربوط به بنزین، در بحث مربوط به کرونا، هیچ جا ما نمی‌بینیم که یک مقام مسئول خطاکار که یک موضوع رو پنهانکاری کرده یا دروغ گفته یا خوب مدیریت نکرده و باعث این شده که جان و مال مردم در معرض تهدید قرار بگیره و حیثیت یک سیستمی خدشه‌دار بشه، اون فرد بیاد معرفی بشه
و مجازات بشه. معتقدید که یکی از نقدهایی که میشه اینه که چرا رسانه‌های ما سیاه‌نمایی میکنن، چرا رسانه‌های ما فقط نگاه منتقدانه دارن و از نقاط مثبت و رو به جلوی حرکت ملت ایران نمیگن. ولی من فکر می‌کنم که اگر ما بی‌اعتمادیمون به رسانه بیشتر شه، وقتی هم از نقاط مثبت و حرکت‌های درخشان هم به سمت جلو میگیم، باورپذیریش سخت‌تر میشه. قبول دارید که ما حتی برای اینکه بتونیم تصویری متوازن از حرکتمون بدیم، مجبوریم رسانه‌هامون رو به انتقاد بیشتری باز کنیم؟ بله، همون تاکتیک من عرض کردم، هزینه برای سرمایه، یعنی اینکه شما میپذیرید که ممکنه یک کاری تو پخش خبری دعوت از یک مهمان مخالفی به ضرر اون رسانه باشه، ولی رسانه برای اینکه اعتماد به دست بیاره، برای اینکه مردم رو در واقع القا بکنه و به مردم بگه که واقعا برای مردم اطلاعات دو طرفه رو میگه و حتی اطلاعاتی که به ضررش باشه، خب این به نظرم باید محقق بشه. این که واژه‌هایی مثل سیاه‌نمایی و مصلحت و برخی از این ادبیاتی که گفته میشه، من فکر میکنم در بسیاری از مواقع فقط یک چماقی هستش برای زدن تو سر خبرنگاران و برای اینکه خبرنگاران بیشتر وادار بکنن فقط موارد مثبت و گزارش‌های کاری مسئولان گفته بشه، در صورتی که بسیاری از مواقع این مصلحت اندیشی‌ها غیر ضروره و این خط قرمزهایی هستش که به نفع کشور، به نفع نظام و به نفع عرض کنم حضور شما که مجموعه رسانه‌ای نیست. من فکر میکنم نظام ما و کشور ما و مردم ما از یک ظرفیت برخوردار هستند که گفتن واقعیت‌ها، حتی بدترین واقعیت‌ها، نمیتونه به نظام و کشور آسیب برسونه. آسیبی که الان متوجه کشور اینه که نگفتن هاست، پنهانکاری، تأخیر در اطلاع رسانی، رفتار غیر صادقانه با مردم و آستانه تحمل پایین مسئولان و تقلید رسانه ها به روابط هستش. مشکلی که الان کشور ما ازش رنج میبره و در واقع آسیب میبیره اینه که مسئولان در واقع موضوعات اساسی کشور رو و نیازهای در واقع اساسی مردم رو روندی نگاه نمی‌کنن و مردم رو همچنان همون مردم منفعل 40-50 سال قبل می‌بینن، در صورتی که اینطوری نیست و مردم الان کنشگر بسیار فعالی هستند و این نظریه رو قبول داشته باشیم که فضای مجازی الان دست مردمه و اگر رسانه‌های رسمی و مسئولان این واقعیت رو نپذیرن دچار مشکل خواهند شد. من به این شکل باز کنم، پارادوکسی که ما باهاش سر کار داریم الان اینه: از یک سمت فضای رسانه‌ای سنتی قدیمی 40 ساله ایران دیگه کار نمیکنه، باعث افزایش بی‌اعتمادی میشه همونطور شما گفتید، و از طرف دیگه فضای عادی نیست که ما بگیم از فردا صبح همه چیز رو باز کنیم و رسانه رو کلا حالا دیگه آزاد کنیم و انتقادی کنیم و غیره. جایی هستیم که عربستان فقط 250 میلیون دلار یک فقره هزینه‌اش برای یک شبکه تلویزیونی بود. جایی هستیم که 2 میلیارد دلار برای جنگ روانی رسانه‌ای رو ایران سرمایه‌گذاری شده. فضای مجازی ما عملاً در اختیار ما نیستش. بله. و حالا از این منظر و در کنارش هم میگن در مقایسه با قدرت مالی و تکنولوژیک چیزی مثل BBC یا رسانه‌های آمریکایی یا خود سعودی که هزینه فراوانی رو جنگ رسانه‌ای میکنه، صدا و سیمای ما اصلا بودجه‌ای نداره، فقیرتر شده و فشارهای گروه‌های مختلف قدرت هم روش هستش. شما قبول دارید که ما در وضعیت عادی هم از نظر بین‌المللی و خارجی نیستیم؟ من عرضم اینه که اگر واقعا ما میتوانیم یا هر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و هر کشوری میتونه جلوی فضای مجازی رو بگیره و اینو بگیره، نداره، منم موافقم. خب منم در واقع از اون دیدگاه قبلی خودم صرف نظر میکنم، اما عقل و منطق اقتضا میکنه حالا که ما نمیتوانیم جلوی این در واقع مهمان ناخوانده که اتفاقا بسیار فراگیره و بسیار هم‌افزا و قدرتمند هستش نمیتونیم بگیریم، چرا خودمون رو محروم بکنیم؟ چون عربستان داره استفاده میکنه، خب چرا ما استفاده نکنیم؟ چرا ما از مشارکت مردم خودمون در واقع کمپینی راه نندازیم که آقا تصویر کشور ایران و جمهوری اسلامی و اسلام در دنیا داره بد نشون داده میشه؟ مردم شما بیاین مشارکت بکنین در تولید و توزیع و این تصویر رو درست بکنین و واقع نمایی با آیه مردم نمیان. من فکر میکنم که اتفاقا به همین دلایلی که شما فرمودین سربازان سایبری عربستان، امریکا، اسرائیل، اردن با پولای هنگفت دارن این عرصه رو مدیریت میکنن، ما باید از مشارکت همه مردم استفاده کنیم، همه بخش‌ها استفاده بکنیم و اتفاقا از مردم استمداد بطلبیم که بیان تصویر واقعی از کشور و دین خودشون ارائه بدن و اینکه چون این ابزار مال غربه،
چون این ابزار در دست دشمنه، چون برخی از این ابزار سوء استفاده میکنن و علیه ما استفاده میکنن، استفاده نکنیم، این غیر معقوله. چطور ما پهپادهای امریکایی رو میگیریم، عملیات معکوس انجام میدیم، یا اسلحه‌های در واقع غرب رو میگیریم و برای خودمون استفاده میکنیم و علیه خود اونها استفاده میکنیم؟ چرا در مورد رسانه شده ما تو این زمینه در واقع برخورد غیر معقول و نادرستی رو مد نظر ما هستش؟ و اون بحثی که در مورد صدا سیما میفرمایید، من فکر میکنم مشکل صدا سیما مشکل بودجه نیست، مشکل سازمان مدیریت بحران ما هم مشکل بودجه نیست، اگرچه خب بودجه نقش اساسی داره، ولی مشکل در فکر، در مدیریت، در ساختار، در باوره که آقایون ندارن رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی کشور ما میتونستن رد پا و نشان فضای مجازی رو و در واقع ذائقه مردم رو از سالها قبل شناسایی بکنن و پیش بینی بکنن و فضای مجازی رو به عنوان رسانه مکمل استفاده بکنن. ما با دست خودمون، دست نیروهای خودی و مسئول و ارزشی رو بستیم و این ابزارها و امکانات رو در اختیار دشمن قرار دادیم. آخرین جمله من در این خصوص اینه که آقای علیزاده، شما میدونید مصرف رسانه‌ای مردم چه تغییراتی در دنیا ایجاد شده؟ بر اساس همه آمارهایی که در دنیا هست که روندش حالا با یک اختلاف جزئی روندش یکیه، اینه که مصرف رسانه‌ای مردم از رسانه‌های ترادیشنال مثل مطبوعات، مثل خبرگزاری‌ها، مثل رادیو تلویزیون به سمت فضای مجازی شیفت پیدا کرده و از 7 ساعتی که مردم در طول روز از رسانه‌ها استفاده می‌کنن، حدود 4 ساعت و نیمش مربوط به فضای مجازی هستش و سهم تلویزیون در همه جای دنیا رو به کاهش هستش. بنابراین چرا کشوری که با این همه تحریم‌های ظالمانه امریکایی‌ها مواجه هستش و با جنگ روانی بسیار گسترده‌ای مواجه هستش که همین در بحث مربوط به کرونا شیوع وحشت و هراس همش در ایران نیست، از رسانه‌های مثل BBC و فضای مجازی هستش. بنابراین چرا ما خودمون رو محروم بکنیم و در واقع خودمون رو محروم بکنیم از این تکنولوژی و ابزار مؤثر و فراگیر؟ کسی نمیگه رادیو رو در سال 1920 مثلا انگلیسی‌ها یا غربی‌ها درست کردن. بحث اینه که رادیوی اونها و اون پلتفرم متعلق به اونهاست. کسی نمیگه که شبکه مجازی بده، ولی اینستاگرام متعلق به فردی به اسم مارک زوکربرگ که الان هم با دولت ترامپ روابطش به شدت نزدیک شده. ما نمیتونیم از این اینستاگرام استفاده بکنیم. الان 30% متعلق به سعودی هاست و الان در اختیار بن سلمانه. همینطور شبکه‌های دیگه، شبکه‌هایی که در هم تنیده است و افراد و دولت‌های خاصی ذینفشون هستن. اتفاقا شبکه‌های مجازی و دو طرفه شدن ارتباطات رو نباید به هیچ وجه نفی کرد، ولی این شبکه‌های مجازی خاص صاحب دارن. نداره. من سوالم اینه که آقای علیزاده نمیتونیم الان که بیان تو واتساپ. آقای علیزاده عزیز، ما نمیتونیم الان از اینستاگرام نه به حد نهایی و مطلوب خودمون، ولی استفاده بکنیم برای اینکه حقانیت خودمون رو، برای اینکه تصویر درستی از کشورمون ارائه بدیم. از هر کدوم از این ابزارها مال هر جایی هست، تا هر اندازه‌ای که ما بتونیم استفاده بکنیم، فریاد مظلومیت به تعبیر شما جمهوری اسلامی رو بگیم و تصویر درستی از کشورمون ارائه بکنیم و نیاز مخاطبان رو تأمین بکنیم و اونا رو در واقع ترغیب کنیم که بیان از ما ببینن و ما رو ببینن و ما رو گوش کنن. این به نظرم یه راهکار بسیار مهمیه. به هر اندازه‌ای که ما تأخیر داشته باشیم در تولید اخبار، در توزیع هوشمندانه اطلاعات و اخبار و تأمین آموزش و سرگرمی مورد نیاز مردم، در واقع میدان دادیم به رسانه‌های غربی و رسانه‌های متخاصم و دشمن. مخالفان و منتقدان این نگاه میگن که شما یک جمعیت 80 میلیونی رو بدون اینکه پدافند اولیه شهروندی رسانه‌ای داشته باشن در یک فضای باز وارد میکنید بدون اینکه حتی بدونن چی دارن میبینن و چی نمیبینن و این تا حد زیادی به خطر انداختن این جمعیته. اونها به نظر من ادعاشون نیست که ما کلا فضا رو ببندیم، ولی دارن سعی میکنن که سرعت این به شکلی هبوط و فرو افتادن یک جمعیت 80 میلیون نفری رو در یک فضایی که به هیچ وجه کنترلش در اختیار ما نیست رو کمتر کنن تا حد ممکن، حالا با فیلترینگ، با راههای دیگه. من مدافعش به هیچ وجه نیستم، اما به نظر من نگاه اونها اینه که خب اگر ما در در دهه 70 مثلا با ماهواره مقابله نمی‌کردیم، با سرعت چنان زیادی وارد اون فضا می‌شدیم که دیگه عملاً کنترل کامل اجتماعی از اختیار دولت ملت بومی خارج میشه و در اختیار امپریالیسم و قدرت اون طرفی قرار میگرفتش. برای همین اینها با عنوان سرعت شکن و به شکلی شتابگیر به این رفتارشون نگاه میکنن. آیا به نظر شما این شتابگیریه یا نه؟ ببینید آقای علیزاده، تو بحث علم میگن ما 4 تا هدف داریم. یکی
دیسکریپشن و توصیف، یکی اکسپلینیشن و تبیین، یکی پردیکشن و پیش بینی و یکی مداخله هستش. آقایونی که الان این اظهار نظر میکنن حتما از روی دلسوزی هستش و من واقعا قدردانی میکنم از این دوستان. اما چرا، سوال اینه که اولا بدونن با چه واقعیتی مواجه هستیم، ثانیاً به این سوال جواب بدن، اکسپلینیشن، تبیین چرا این وضعیت اتفاق افتاد. شاید یکی از دلایل اصلیش کمکاری همین در واقع متولیان و کنشگران رسانه‌ای و حاکمیتیه که به موقع ورود نکردن و به موقع فهم نکردن. و نکته سوم پردیکشن است، پیش بینی بکنن که در صورت ما در آینده با چه مشکلات و مسائلی مواجه هستیم، خب و سهم هر یک از این بخش‌ها چی هستش و اگر قرار باشه با این فرمون بریم چه مشکلاتی عارضمون میشه و مداخله کنیم. من کاملا با فرمان شما موافق هستم. من بحثم اینه که تا موقعی که اون بسترها، ببین مردم اولا منتظر نمیمونن، مردم کارمند ما نیستن، روابط عوض شده، بنابراین مردم اینطور نیستش که مثل ماجرای فیلترینگ بگن که امروز تا قبلش همه چی باز بوده، آزاد بوده، از فردا بگن مردم شما از این پلتفرم بریم اون پلتفرم. مردم زندگیشون با یک پلتفرم خاص بوده، حالا غلط یا درست، به دلیل تعلل و کمکاری دولت و برخی از کنشگران رسانه‌ای اون اتفاق افتاد. بعد اینطور نیست مردم ماشین باشن به یه دکمه برن یه پلتفرم دیگه. من عرضم اینه که حتما باید پلتفرم‌های داخلی ایجاد بشه، تقویت بشه و کاری که مردم به اون اعتماد بکنن و تا موقعی که اون امکان فراهم بشه ما خودمون رو محروم نکنیم این اسلحه‌ای که دست ما هستش و ما میتونیم از خودمون حداقل تا یک اندازه‌ای دفاع کنیم و صدامون رو برسونیم، اینو واگذار نکنیم به دشمن. دشمن استقبال میکنه از این ماجرا، چون اگر ما صحنه رو خالی بکنیم مردم که صحنه رو خالی نمیکنن. ببینید من اعتقاد دارم که الان صدا سیما داره کارشو خوب انجام میده، الان داره آموزش‌های مناسب میده. همون اشکالی که گفتم در قبل از بحران باید یه کاری رو انجام میداد، دیر شروع کردن، ولی الان رسانه‌های رسمی تقریبا دارن کارشون خوب انجام میدن. خب دارن آموزش میدن به مردم، دارن اطلاعات رو از منابع رسمی میگیرن، از منابع معتبر میگیرن. اما اگر اشکالی که وجود داره اینه که رسانه‌های رسمی در شرایطی دارن این کار رو انجام میدن که مردم به واسطه عملکرد غلط رسانه‌های رسمی و مسئولان اعتمادی به اونا ندارن و این اتفاقا میتونه یک فرصت استثنایی برای رسانه‌های رسمی و مسئولان باشه که اعتمادی که به واسطه عملکرد غلط در ماجرای هواپیما، در ماجرای بنزین و سایر ماجرا از دست دادن، اینو به دست بیارن. پس در حال حاضر من فکر میکنم که اطلاعاتی که داره تو این زمینه تولید و منتشر میشه در رسانه‌های رسمی به نظرم اطلاعاتی هستش که از اعتبار خوبی برخوردار هستش و به خوبی و در بسته‌بندی‌ها جذاب داره ارائه میشه. از اکبر نصراللهی میپرسم مثلا وضع رسانه ایران در سال 1400، 1405 و 1410 رو چگونه میبینه؟ آیا برون رفتی از این انسداد رسانه‌ای متصور هستین شما براش؟ ببینید ما خیلی از وقایع رو پشت سر گذروندیم که امید نمی رفت که ملت ایران و در واقع حاکمیت اون وضع پشت سر بگذرونه. بنابراین من فکر میکنم اگر اراده‌ای باشه و اگر هوشمندی باشه و اگر جسارتی در کار باشه، چرا که نه، حتما مقدور هستش. اما اگر قرار باشه با این فرمون کنشگران در واقع رسمی و رسانی اقدام بکنن، مطمئن باشید که ما زیان میکنیم و این زیان غیر قابل جبرانه. من فکر میکنم که همونطوری که ما با تلاش و کوشش در بخش نظامی کشور تونست به بازدارندگی نظامی برسه و امروز که کشورهای منطقه و ابرقدرت امریکا جرئت نمیکنه به ایران حمله نظامی بکنه، چون میدونه ایران به لحاظ توانمندی تسلیحاتی و موشکی بازدارنده هستش، اگه بزنه میخوره. تو بحث رسانه‌ای هم ما میتوانیم به بحث بازدارندگی رسانه‌ای برسیم اگر در واقع مسئولان و مردم بخوان و ساختارهای موجود رو بازنگری بکنن و بحرانی که در انتصابات ما هستش که برخی از افراد انگار مادرزادی باید تو اون پست و جایگاه باشن و همین اقدامات غلط رو ادامه بدن، اگر واقعا بازنگری جدی در این حوزه اتفاق بیفته و بچه‌های جوان و متعهد و مذهبی و دوستدار کشورمون رو به کار بگیریم، من فکر میکنم رسانه‌هایی میتونیم داشته باشیم که در تراز انقلاب اسلامی باشه و در تراز مردم ایران باشه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر اکبر نصراللهی از اینکه وقتتون رو به من دادید و در این گفتگو شرکت کردید.